زنا چایی برای بیار خاصی که برمارده من بشین فعلا بعد کار دارم. چایی ول کن. سلام خوبی؟ چی بگه؟ کارتو بده بهم. کارت هم؟ آره بده کار دارم. کارت چیزه؟ چیزه؟ الان بهت میگم چرا. کلی قسط و بدهکاری دارم. چی قسط بدهکاری؟ همه صاف بگردی میگه. الان بهت میگم ساکت باش لطفا. الان بهت میگم ناخن کاشتم پیش مینا جون 700 تومن ازم گرفت. الان واجب بی مگه ناخن کاشته؟ دیگه کاشتم برای من واجبه. اینا که میگم واجبه گوش بده. موجامو بردم پیش الناز جون. لطف کرد ازم 300 تومن گرفت. واقعا ازش ممنونم. خودش موجه دنیا آدم که بری موجه دکارا. به تو ربطی نداره. تو فقط هزینه ها رو گوش بده. مریم جون لطف کرد واسه من کراتین کرد، موهامم رنگ کرد. هیچی ازم نگرفت. 10 تومن. هیچی ازت نگرفت. کلا رنگ نگرفت. 10 میلیون که مستر بشی هیچی نگرفت. چی؟ من بدبخت بریم ماشین ببریم صاف کنی نخوشی چا بکنم 10 میلیون نمیبارم. بیار پایین صداتو میفهم. صدای شنیدی. تو چه میدونی مریم جون؟ تو چه میدونی رنگ مو کراتین چیه؟ ساکت باش. خب باشه. بذار هنوز مونده اینجا واسه من کری نخون. ابرومو لیفت کردم. ببین چطور خوشگل و سهرجون لطف کرد 300 تومن نوشتم. سهرجون چی بودی سهرجون دون نره من ببینم. سهر رفیقم ها بهش تو این نکنه. سهر دوست دارم. تازه اینجا گوش 29 هم نوبت گرفتم واسه بوتاکس و ژل لب. ناکن یک چند برو واسه دیگه من کیمو سرسری خورده دیگه. وایسا ببین. من بدبخت بریم پول دادم. نیم سی فقط فقط. تو قسم بدگاری تو اون بالا اول شدم حساب کردم میشه 3 4 تومن. من کجا بایر بودم؟ میدی وایسا. تازه شبش هم نوبت فیشیال دارم. فیشیال چیه؟ فیشیال پاکسازی صورت دیگه.